نیروهای ویژه نخبه برترین، آموزش دیده ترین و تأثیرگذارترین یگانه‌هایی هستند که هر کشور میتونه بهشون افتخار کنه. این نیروها چه از دل آب بیرون بیان و بی سر صدا نگهبانا رو از پا در بیارن، چه به یه هواپیمای در حال پرواز یورش ببرن تا گروگانها رو نجات بدن و تروریست ها رو منهدم کنن، همواره دشوارترین مأموریت ها رو بر عهده دارن و مخفی ترین زندگی ها رو در میان نظامیان تجربه میکنن. دولت ها برای انجام بزرگترین عملیات ها روی این یگان ها حساب ویژه‌ای باز میکنن. با ما همراه باشید تا 10 تا از قوی ترین گروه های ویژه نظامی رو معرفی کنیم. لکلک های سیاه پاکستان. یگان ویژه SSG توی پاکستان بیشتر با اسم لکلک های سیاه شناخته میشه، چون کلاهای خاصی بر سر دارن که ظاهری متمایز بهشون میبخشه. در دوره آموزشی این یگان یه راهپیمایی 58 کیلومتری در 12 ساعت و یه دویدن 8 کیلومتری با تجهیزات کامل در 50 دقیقه گنجانده شده. تنها حدود 5% از داوطلبا از این دوره 9 ماهه طاقت فرسا عبور میکنن که شامل جنگ تن به تن پیشرفته و آموزش چتربازی هم میشه. این نیروها برای عملیات در محیط‌های گوناگون از جمله کوهستان، بیابون، جنگل و زیر آب آموزش دیدن. در سالهای ابتدایی جنگ سرد لکلک‌های سیاه در کنار نیروهای ویژه آمریکا آموزش دیدن و همکاری داشتن و در سالهای اخیر هم تمرکزشون رو روی عملیات‌های ضد تروریستی داخلی، ضد شورش و جمع‌آوری اطلاعات قرار دادن. در اکتبر 2009 این چتربازا به یک ساختمان اداری یورش بردن و 39 نفر رو که بعد از حمله به ستاد ارتش توسط شبه نظامیان طالبان گروگان گرفته شده بودند نجات دادند. گروه JTF-2 کانادا. JTF-2 که مخفف نیروی عملیات مشترک 2 هست، ارزشمندترین یگان ویژه کانادا به شمار میره. این یگان در سال 2010 به ونکوور اعزام شد تا در صورت هر گونه اقدام تروریستی علیه المپیک زمستونی آماده واکنش باشه. اعضای این گروه برای مقابله با تهدیدات شیمیایی، بیولوژیک، رادیواکتیو و هسته‌ای آموزش دیدن و به ویژه برای بدترین سناریوها، زمانی که حمله تروریستی از توان پلیس محلی خارج باشه، وارد عمل میشن. این یگان میتونه برای طیف وسیع از بحرانها به کار گرفته بشه و رد پاش خیلی کمه. JTF-2 در سال 1993 تأسیس شد و بعد از حملات 11 سپتامبر تعداد اعضاش به چند صد نفر افزایش پیدا کرد. این یگان رکورد بیشترین تلفات تایید شده تروریست‌ها رو در جهان داره، چون بیش از 100 عضو رده بالای القاعده رو از میون برداشته. تقریبا تمام عملیات‌های این گروه در حاله از ابهام قرار داره و حتی بعضی از مواردش برای دولت کانادا هم ناشناخته است. گروه آلفا روسیه. اسپتسناز اصطلاح کلی برای تمام نیروهای ویژه روسیه است، اما در خود این نیروها گروه آلفا به عنوان بدترین بدها شناخته میشه. KGB سازمان اطلاعاتی شوروی این گروه نخبه رو در سال 1974 تأسیس کرد و گمان میره که تحت فرمان مستقیم بالاترین مقامات روسیه عمل میکنن. به همین دلیل بیشتر عملیاتاش طبقه بندی شده. این یگان در حمله به افغانستان به شهرت رسید زمانی که اعضای آلفا به کاخ ریاست جمهوری کابل یورش بردن و همه نیروهای داخل ساختمون رو در کمترین زمان ممکن از پا در آوردن. در سال 1985 گروهی از این یگان به پرو فرستاده شدند تا 4 دیپلمات شوروی رو نجات بدن. وقتی دیپلمات‌ها کشته شدند، گفته میشه گروه آلفا به جان بستگان گروگان گیرنده ها افتادن و اونا رو به شکلی تکه تکه به خانواده هاشون برگردوندند تا یه پیام روشن برای تروریست های احتمالی بفرستند. ظاهراً این اقدام موثر واقع شد و بیش از 20 سال کسی جرأت تعرض به دیپلمات های شوروی رو پیدا نکرد. تکاوران کلاه سبز ایران. نیروهای ویژه کلاه سبز ایران که به تکاوران نیروی زمینی هم معروفن، یکی از زبده ترین و آموزش دیده ترین یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب میشن. این نیروها که با کلاه سبز معروفشون قابل شناسایی ان، توی اوایل دهه 1360 و در بحبوح جنگ ایران و عراق تشکیل شدن تا بتونن عملیات‌های ویژه، شناسایی و پشتیبانی رو توی خطوط مقدم انجام بدن.
دوره آموزشیشون به شدت سخته و شامل رشته‌های مختلفی مثل چتربازی، کوهنوردی، غواصی، جنگ در مناطق صعب العبور و مبارزه تن به تن میشه، به طوری که فقط درصد کمی از داوطلبا از پس مراحل سختگیرانش برمیان. کلاهسبزا توی عملیات‌های مهمی مثل مرصاد و ولفجر حضور داشتند و نقش کلیدی توی دفع حملات دشمن ایفا کردند. امروزه این یگان علاوه بر مأموریت‌های نظامی توی عملیات‌های ضد تروریستی، مقابله با اشرار مسلح و تأمین امنیت مرزهای شرقی و غربی کشور هم فعالیت گسترده‌ای دارند. اعضای این نیرو به سلاح‌های مدرن و تجهیزات پیشرفته غواصی و کوهنوردی مجهز هستند و توانایی انجام عملیات‌های شبانه روزی رو در هر شرایط آب و هوایی دارند. پلیس امنیت ملی فرانسه، تیم‌های ضد تروریسم نخبه فرانسه در زمره بهترین‌های جهان قرار دارند و طی دهه‌ها عملیات خطرناک، توانایی و شجاعت خودشون رو به اثبات رسوندن. اما برخلاف خیلی از یگان‌های ضد ترور، GIGN علاوه بر مأموریت‌های تروریستی برای دستگیری خلافکارهای خطرناک، مقابله با گروگانگیری، مهار شورش در زندان، محافظت از شخصیت‌های مهم و مأموریت‌های پرریسک پلیسی در داخل فرانسه یا مستعمرات سابقش هم به کار گرفته میشه. از زمان تأسیس GIGN همیشه در خط مقدم بوده. اعضاش استاد مطلق نجات گروگان و عملیات‌های دیگه هستند، به ویژه در محیط‌های شلوغ مثل اتوبوس، کشتی، قطار و هواپیما. به خاطر ممنوعیت انتشار تصویر کامل از صورتشون وقتی در جمع حاضر میشن معمولاً از ماسک تاکتیکی استفاده میکنن. GIGN به نوآوری در فناوری و روش‌های تاکتیکی شهرت داره. معروف‌ترین عملیاتش حمله به پرواز 8969 ایر فرانس در 24 دسامبر 1994 است که توسط گروه مسلح اسلامی الجزایر روبوده شد. تروریست‌ها 3 مسافر رو کشتن و قصد داشتن هواپیما رو بر فراز برج ایفل در پاریس منفجر کنند. وقتی هواپیما به مارسی رسید، GIGN بهش یورش برد و هر 4 تروریست رو کشت. شجاعت اعضای این یگان از دوره آموزشی فوق‌العاده سختش نشأت میگیره. دوره چنان دشوار که در بیش از 1000 عملیات همیشه شاهد از دست دادن نیرو بوده. نیروی GSG 9 آلمان. GSG 9 بعد از شکست پلیس آلمان در نجات 11 ورزشکاری که در المپیک مونیخ توسط یک گروه تروریستی گروگان گرفته شده بودند تشکیل شد. در اون عملیات نجات 5 ورزشکار، 5 تروریست و 1 پلیس کشته شدند. در اولین مأموریت بزرگ این یگان، نیروهاش به گروه 4 نفری از تروریست‌ها که یه هواپیما رو در سومالی روبوده بودن حمله کردند. 3 تروریست کشته و 4می دستگیر شد، اما هیچ کدوم از 86 گروگان آسیبی ندیدند. بین سالهای 1972 تا 2003 این یگان بیش از 1500 مأموریت رو با موفقیت به انجام رسوند و تنها 5 بار سلاح کشید که 2 موردش برای تیراندازی به سگ‌های حمله وری بود که قصد دستگیری افراد رو داشتن. تخمین زده میشه که همکنون بین 300 تا 400 نفر در این یگان فعالیت میکنن، اما رقم دقیقش معلوم نیست. مأموریت‌های امروزی این گروه روی ضد تروریسم، عملیات‌های گروگانگیری و خنثی‌سازی بمب متمرکز شده. یگان گروم لهستان. گروم رهبر مبارزه ضد تروریسم در لهستانه. اسمش از یگان ساکت و ناپیدا گرفته شده که واحد عملیات ویژه نخبه لهستان در جنگ جهانی دوم بود. گروم فعالیتش رو در سال 1990 شروع کرد و بیشتر در نقش جنگ نامتعارف به کار گرفته میشه، چون در واکنش عملیاتی و مانور آموزش ویژه دیده. از زمان حملات تروریستی 2001 گروم در کنار نیروهای ویژه آمریکا در عراق، افغانستان و سایر مناطق مستقر شده. در این مدت این یگان رابطه کاری نزدیکی با تکاوران نیروی دریایی آمریکا برقرار کرده و به عنوان یکی از سرسخت‌ترین و ماهرترین نیروهای ویژه جهان شهرت پیدا کرده. آموزشش شامل رشته‌های گوناگونیه. همه سربازا آموزش تخصصی یکسانی در زمینه ضد تروریسم، عملیات ویژه، غواصی، تک‌تیراندازی و چتربازی می‌بینن. در تیم‌های 4 نفره هر سرباز باید آماده باشه که در صورت لزوم مسئولیت‌های هم‌تیمی‌هاش رو هم بر عهده بگیره. تقریباً 75% از پرسنل گروم به عنوان پزشک یا امدادگر آموزش دیدن و به چندین زبان مسلط هستند.
ضمن اینکه هر گروه توسط چندین پزشک حرفه‌ای پشتیبانی میشه. تیم 6 تکاوران نیروی دریایی آمریکا. تکاوران نیروی دریایی آمریکا که در سال 1962 تأسیس شدند به جایگاه افسانه‌ای دست پیدا کردند که تا حد زیادی مدیون عملیات نیزه نپتون است، مأموریتی که در سال 2011 به کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده انجامید. نکته جالب درباره این مأموریت اینه که بالگردهای مورد استفاده در حمله از منطقه 51 تامین شدند. این بالگردها در منطقه 51 ساخته و آزمایش شدند. تکاوران معمولاً پشت خطوط دشمن نفوذ میکنن و پیش از اون که دشمن متوجه حضورشون بشه مأموریتشون رو به پایان میرسونن. همین ویژگی اونا رو در خشکی، هوا و دریا مؤثر ساخته. اسم این گروه مخفف دریا، هوا و خشکی است و نشون میده این سربازان میتونن با هر نوع تهدیدی در هر مکانی مبارزه کنن. قدرت جسمی و ذهنی لازم برای عضویت در این نیرو به طرز قابل توجهی بالاست. دوره آموزشی بیش از 1 سال طول میکشه و بیشتر متقاضیا حتی از پس تست آمادگی جسمانی اولیه که شامل شنای سوئدی، درازنشست و دویدن در زمان محدوده بر نمیان. یگان SAS بریتانیا. هیچ نیروی ویژه نخبه‌ای در اروپا نمیتونه ادعا کنه که از SAS برتره. نیروی هوایی ویژه بریتانیا که به SAS معروفه در سال 1941 تأسیس شد در پشت خطوط آلمان و ایتالیا عملیات کنه و از جنبش‌های مقاومت علیه نیروهای اشغالگر پشتیبانی کنه. دوره آموزشی این یگان به شدت دشواره. داوطلبا علاوه بر راهپیمایی 64 کیلومتری، 2 کیلومتر شنای سوئدی و بارفیکس باید در جنگل دوام بیارن تا مهارت‌های بقا و جهتیابی رو یاد بگیرن و بعدش یه دوره بقای عملی رو تحمل کنن. آزمون نهایی یه جلسه بازجویی 36 ساعته است که برای شکستن اراده داوطلبا طراحی شده. اما وجه تمایز SAS اینه که سربازاش توسط سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی MI6 هم آموزش می‌بینن تا بتونن عملیات ضد جاسوسی انجام بدن. به عبارتی این یگان هم تکاوره و هم مأمور اطلاعاتی. شعارشون هم اینه که هر که جرأت کنه برنده است و بیانگر روحیه تهاجمی و بیباک این نیروه. دلتا فورس آمریکا. دلتا فورس یگانی که اعضاش از تمام شاخه‌های نظامی جذب میشن. این نیرو به مدرن‌ترین سلاح‌ها مجهزه و عملیاتاش کاملا محرمانه انجام میشه، اما شکی نیست که در هر عملیات بزرگ آمریکایی در خط مقدم حضور داره. به اعضاش سرباز گفته نمیشه بلکه اپراتور صدا میشن و گفته میشه که از فلسفه‌های سنتی نظامی فاصله دارن. اونا لباس غیر نظامی میپوشن و برای هر نهادی که نیاز داشته باشه از ارتش و FBI گرفته تا CIA مأموریت انجام میدن. نکته قابل توجه اینه که دولت آمریکا و ارتش وجود دلتا فورس رو به طور رسمی تایید نمی‌کنن و فقط در سالهای اخیر به مراجع مبهم دولتی اجازه داده شده که بدون سانسور به این گروه اشاره کنند. از زمان تأسیسش در سال 1977 داستانی از عملیات دلتا فورس به تدریج فاش شده و تصویر کلی از این یگان ترسیم گردیده. با این حال این گروه به خاطر انجام مأموریت‌هایی که در حاشیه قوانین عادی نظامی قرار دارن مورد انتقاد واقع شده. بعضی‌ها نگران هستند که دلتا فورس در یک دموکراسی آزاد قدرت بیشتری داشته و مسئولیت پذیری کمتری نسبت به سایر سازمان‌های نظامی داره. بودجه این یگان از حساب‌های مخفی دولت دور از چشم عموم تأمین میشه و گمان میره که فقط در برابر رئیس جمهور پاسخگوست. همین موضوع دلتا فورس رو به یکی از نخبه‌ترین یگان‌های ویژه جهان تبدیل کرده. ممنون که تا پایان همراه بودید. اگر از این ویدیو لذت بردید با لایک و سابسکرایب ما رو توی تولید محتوای جدید یاری کنید.